خدا کنه که خوشت بیایه. اگه تو نمی بودی من چی میکردم جانم؟ من همیشه همراهت خواد بودم. این مشکلات تمام شب فراموش خواد کردی. هیچ وقت تو را تنها نخواد ماندم بهار. این مشکلاتم تیر خواد شد نی؟ تیر خواد شد. یعنی فکر کن تمام زندگی من یک دروغ بود. تمام زندگیم. تصورات که در ذهنم بود با کارایشان از بین بردن. حاله به صورت دوامدار به فکر میایه و افسون و مادرش بدیایی که در حقم کردن فراموش نمیتونم. کارایشان میتونستم که ببخشم و میبخشیدم چون دوستشان داشتم. اما حال وام نیست. آتش درده که در قلبم از به سرطان تبدیل شده و از بین میبره. من خودم ملامت میکنم. چرا؟ باید قبلا متوجه میشدم. همه چیز در پیش روی چشمم اتفاق افتاد بهار. روز اول که آقا یوسف تو را دید نامیره که به تو نوشته بود. باید قبلا متوجه میشدم. گپناک نزن آتش. لازم نیست خدا ملامت فکر کنی. اونا همگی را فریب دادن، همگی ما را. اگه از اولا میفهمیدی و برای من میگفتی چیزی تغییر نمیکرد، چون اونا عادت کردن که دروغ بگوین. حقیقته که اونا زندگی ما دزدی کردن، چیزی را تغییر دادن نمیتونه. من تنها از تو یک چیزا میخوایم. هر چیزی که میشه شوم. اما همیشه در مقابل من صادق باش. هیچ وقت هیچ گپ از تو پنهان نمیکنم بهار. همراهت وعده میکنم. باش، من میبینم. آرزو؟ آتش سلام، تو در اینجا چی میکنی ها؟ ما باید در مورد یک موضوع بسیار مهم همراهت گپ بزنم. آره، وقتی مناسب نیست باز بعداً گپ میزنیم. تا وقتی که همراهت گپ نزدیم هیچ جایی نمیرم. مجبور هستم. آتش بهار، دوستم از سوئیس آمده که همراه من گپ بزنم. معرفیتون میکنم. نامزادم بهار. سلام. آرزو. شما گپ بزنید. درست است جانم، من زود میایم. بیا آرزو، در مورد صحتت کدام مشکل وجود داره؟ نه خیر، نه خیر. کدام مشکل مادی داری؟ نه خیر آتش، ای گپ